وسطیم الان. احساس میکنم اینا هم یکم خراب شدن. یا امام حسین تو رو امام چیکار کنه؟ نمیدونم، فکر کنم برم بالاتر بترسم. تو رو ابوالفضل یه ندا بده تو رو. چی دارم من زنگ بزنم؟ حامد نگاه کنید. نگاه کنم. من خودم فوبیای ارتفاع دارم. مهدی خودش در جریانه. ترس از ارتفاع من خیلی زیاده. دوست دارم هیجان رو تجربه کنم. بیای پایین دوباره میگی بری با حامد. مهدی گفرو دست تو. خدا به اول آقا مهدی گفرو دست شماست. بار جمعه ولش کن داداش برو. شل باشه. شما سفته. نه اون بذار شل باشه. آقا هر چقدر سیما باشه اذیت نمی‌کنه. مرغابی رو میبینید؟ دارم میبینی یا نه؟ مرغابی. من دوست دارم تجربه کنم و خیلی وسطیم الان. یا بابا من خیلی رفتم به جون ناموسم. نگاه زیر باد اینجا نگاه. احساس میکنم اینا هم یکم خراب شدن. آقا مهدی حرفی حدیثی سخنی خیلی خوبه. خیلی چی خوبه. ارتفاع خیلی. از این ارتفاع مرتضی میترسی؟ دوستانی که مال از کانال یوتیوب حامد تبریزی آمد تو رو آمد به جون مادرم دارم به هر نه سقوط نمیاد به ابوالفضل نمیاد. نمیدونم، فکر کنم برم بالاتر بترسم، ولی خیلی اومدیم وسط به اون کوههای روبرو نزدیک شدیم. نمیدونم. رفتیم بالاتر بچه‌ها، خیلی بالاتر رفتیم. یا امام حسین تو رو امام حسین چیکار کنه؟ تو رو ابوالفضل یه ندا بده تو رو امام حسین تو رو ابوالفضل میام ببره پایین. تو رو قرآن آمدی تو رو قرآن تو رو خدا تو رو ابوالفضل به اول آمدی بابا من چشاتو ببنده صدای ما رو نمیشنم. آمدی یه سود بزن تو رو قرآن. اگر خدای نکرد آدم سقوط کنه پایین سنگ نباشه زنده میمونه، ولی اگه داخل آب سنگ باشه احتمال ترکیدنش هست. نگاه کنید دوستان من ولی خب به نظرم مرتضی میدونید کجا رو من دور رو داری نگاه کنیم، کشتی رو نگاه کن. آمدی تو رو ابوالفضل تو رو یه چی بهت تو رو بگم، فاطمه یه لحظه من یه چی بهت بگم. الان این تنها پاره بشه، این چتری که بالا سرمونه 10 دقیقه طول میکشه ما از بالا بیایم پایین. تازه چیت میشه با اینا بس دیگه. آدم هر چیزی رو هر چیز درسته این داره تکون میده. هر چیز درست و بی خطر کم خطر رو باید تجربه بکنی. آره این ترسناک شد. چی دارم من زنگ بزنم؟ حامد اول صدای اونا رو اگه تو میشنوی اونا هم صدای ما رو میشنون. حامد یه خاطری حرفی حدیثی از این سفرمون که اومدیم شما که اومدیم بخش کیش 5 دقیقه پیش مرتضی یادم میاد گریه میکرد. یه البته صداش تو دوربینمون افتاده باشه. آقا به حضرت عباس صدای ما آمدی تو رو ابوالفضل آمدی میاد چون به ابوالفضل میگفت از مرگ نمیترسم آقا مهدی، ولی اینجور مردن رو دوست ندارم. گریه میکرد. بچه جنوب باشی، بچه آبادان باشی، بعد از آب بترسی. بابا اون موج خود خایل رو به من شاعر میگه گریه نکن یا کریم یا کریم دوباره پر میگیری. اگه بشی ناامید به دست غم میمیری. غصه نخور یا کریم خوش سر